سلام میکنم به همه دوستان عزیزم. خب ادامه بدیم مباحث گذاشتم رو. ما این جلسه خب تصمیم داریم که منوها رو آموزش بدیم. منتها قبلش یک ایرادی من جلسه گذشته داشت کارم، اونم این قسمته. ببینین ظاهرش ذره با این متفاوته. خب دلیل اصلیش چی میتونه باشه؟ این اسپک الیمنت بگیرم. اگر دقت کرده باشین ما اینجا یک بیت 170 بهش داریم، اما روش چه خط کشیده شده. چرا این اتفاق افتاده؟ به دلیل اینکه اون یک دستور ما استفاده نکردیم و ویت خود رو دریافت نکرد. برای اینکه این ویت رو دریافت کنه از یک دیسپلی اینلاین بلاک استفاده میکنم و بعد روش کلیک میکنم. ببینید الان دریافت میکنم. وقتی این دیسپلی این بلاک نباشه، این بودن نبودن این ویت خیلی تاثیرگذار در کار ما نیست. ببینید الان که دیگه ویت رو میگیره این رو دریافت میکنه. حالا شما دیسپلی این بلاک که برش دارین، ببینید دیگه ارز دریافت نمیکنه. خیلی خوب، پس بیام اینجا در این قسمت یه دونه دیسپلی این بلاک هم اینلاین بلاک هم بهش بده و خروجی ما الان تصحیح شد. ببینیم الان دیگه حالا سایزش من بزرگتر گرفتم ولی بقیه قسمتاش اوکی. میریم سراغ منو. فعالیت ها درباره ما، چشم‌انداز رسانه، اخبار همکاران ما، تماس با ما. اول یه نکته بگم، اونم این که ببینید ما همه این فضا رو یک هدر در نظر میگیریم دیگه. این قسمت سفارش آنلاین، هلو فود و منوهامون. منتها ما اینجا هیچ اشاره نکردیم به این در واقع این دیو. پس میایم یه دیو هدر ایجاد میکنیم. و همینا رو به عنوان یک هدر در نظر میگیریم. تو همین کلاس هدرمون هستیم. در مورد کلاس چی صحبت کردیم تو جلسات تو گذشته؟ گفتیم نیاز داریم این خط فرضی ایجاد کنیم. پس یه کلاس کلیر بوس لازم داریم. حالا من اسمش رو میذارم کلیر. میام اینجا تو استایلم این بالاها یه جا پرش انتخاب میکنم. کلاسی به نام کلیر. میزنم کلیر. خب قبل از اینکه بوس رو انتخاب کنم بقیه قسمتاش هم توضیح بدم. وقتی میگیم کلیر رایت یعنی چی؟ یعنی هیچ المانی از سمت راستش قرار نگیره. وقتی میگم کلیر لفت یعنی هیچ المانی از سمت چپش قرار نگیره. وقتی میگم کلیر بوس یعنی از دو طرف دیگه هیچ المانی قرار نگیره و یک خط فرضی کاملا برای ما ایجاد کنه. اگرم ناون باشه که یعنی چی؟ یعنی که میتونه قرار بگیره. و این هریت هم که بحث وراثت رو داره، خیلی روش صحبتی نداریم. خب پس کلیر بوس رو ایجاد میکنم و اینجا هم که کلاسم ایجاد کردم. خب از این عبور میکنیم. میریم حالا سراغ در واقع منومون. یک اسم کلاسی بهش میدم masthead. خب توی masthead چی دارم؟ یه کلاس دیگه دارم. اسم این کلاس رو میذارم landing nav. در واقع میخوام این نویگیشن ایجاد کنیم دیگه به این شکل. پس میگم تو کلاس landing nav. خب تو این landing nav من چی دارم؟ یک UL دارم و یک LI. خب یک تگ A بهش بدم. خب چه گزینه اینجا دارم؟ فعالیت ها درباره ما.
خب خیلی هم عالی. یه دیو دیگه هم دارم که در واقع کلاس لوگومه توش. این لوگویی که اینجا انداختیم. خیلی خوب. تا اینجا همه چیز آماده. یه رفرش بگیریم ببینیم چجوری شد. بله، فعالیت ما در ما چشم‌انداز، استون‌ها، اخبار، همکاران، تماس با ما. خوبه. خب این بالا ایجاد شد. خب اشکال اساسی اینه که من اسلایدر رو باید بیارم بالا بذارم. اسلایدر از اینجا برش دارم. اشتباه شد. اینو باید بیارم توی تو وایس در لندینگ کاورم. بعد اینجا بذارم. نجاش خوب نیست. البته درسته اینجا در خود نه در کاور نه بعد کاور رفرش. بله الان اومد پایین. درست شد. این فعالیت در ما چشم‌انداز، رستوران، اخبار، همکاران ما، تماس با ما. خیلی هم عالی. خب حالا باید چی کنم؟ اول اینکه باید اینا رو فلود رایت بدم که همه رو بیاره در سمت راست من بچینه. پس میگم چیکار کن. خب کلاسم رو ایجاد کنم. مست هد. خب یک ویت 100% بهش بدم اول. بعد یک فلوت 100%. بعد یک فلود رایت بدم که از سمت راست المان های من رو بذاره. یه بکگراند بهش بدم. بکگراند مثلا سفید. بکگراند سفید. یه هیت هم بهش بدم حداقل فعلا 40px که بکگراند خودش رو بتونم ببینم. یه رفرش اینجا بزنم. البته چون فضای من سفیده کاملا دیده میشه. بذار ببینم اگه اینو 0 بدم مشکی. خب الان فضا دیده میشه. به نظرم بد نیست این فضا. حالا بازم همه جا داره که بلوترش بکنم. فعلا همین باشه تا من برش بتونم یه سایز ایجاد کنم. خب میام تو همین مسحه. میخوام به کجا برسم؟ میام تو مسحه. میخوام به لندینگ نب و بعد به یو آر به لندینگ نب برسم. میام اینجا مسحه رو کپی میگیرم. یک کلاس لندینگ نب هم ایجاد میکنم. خب ببینید من اینجا دو تا المان دارم دیگه. یه المان منوام هست که میخوام کلا نه از سمت راست چیده بشن و یک المان هم که این لوگو میخوام کلا از سمت چپ چیده بشه. خب پس میام اینجا لندینگ نب یه فلوت رایت بهش میدم و از همین یه کپی میگیرم. لوگو رو میدم. یه وقت تو مسحت بودی رسیدی به لوگو چیکار کن؟ فلوت رو لفت بده. خب دیگه چی لازم دارم؟ خب حالا من میخوام به LI هم برسم دیگه. ببینید من الان اینجا اینا همه پشت سر همینجوری چیده شد. میام پس از مسحت کلش رو کپی میگیرم. میگم نب UL و LI اینها رو هم از فلود رایت بچین. این همه. خب یه مارجین میخوان که بیاد وسط قرار بگیره. خب میام یه مارجین هم به این میدم. میگم تمام ULI های من. خب اینا تشکیل بده که حالا میام روی این تگای ایمون کار میکنم. هم فاصله شون هم در واقع از بالا هم از هم دیگه اینها رو تنظیم میکنم.
خب به کد نویسیمون برگردیم. از این کپی میگیرم، میگم به الای و تگ A که رسیدی چه کاری برای من انجام بده. اول یه لاین هیت بهش بدم. یه لاین هیت حداقل 60 px رفرش بگیرم. خیلی از بالا گرفته به پایین. حالا این بیت من چون در واقع ثابته فعلا یه عدده افتاده، میتونم اینو بزرگترش کنم 70 تا مثلا، یک همچین سایزی. اصلا سایزشو بردارم، کلا سایز رو نمیخوام، سایز رو نمیخوام. یه رفرش. خوبه خودش دیگه اندازه شد. چون لاین هیت بهش دادم از بالا پایین اون فاصله رو در نظر گرفت. خب لاین هیت 60 پیکس خوبه. دیگه چی لازم دارم؟ یه نکته اول بگم، این که این کاملا چسبیده به راست. خب حالا من میتونم با پدینگم این رو یه ذره تکونش بدم بیاد این طرف. حالا لوگوم هم همین جور. اون تا یک اشکالی که داره، چون صفحات مانیتور تغییر میکنه از 1200 1000 اینها، برای که کم شکل بشه اینو میرم در یک فضای 1200 قرار میدم که هر دو در یک سایز مناسب و شکل باشن. اصطلاحاً بهش میگیم رپر. پس میام توی این مشهد من یک کلاس توی مشهد یک کلاس رپر ایجاد میکنم، بهش میگم ویت 1200 پیکس و یه مارجین هم بهش میدم که از بالا پایین هیچ، از سمت چپ به راستم که اتو باشه. و بعد میام این مشهد خودمو درون یک دیو رپر هم قرارش میدم. اینو برمیدارم از اینجا و در انتهای این لوگو پیاده سازیش میکنم، خروجی میگیرم. ببینید الان دیگه در یه سایز 1200 شد و اون فاصله هم رعایت شد. حالا لوگو هم که بزنم، لوگو هم تقریبا از اینجا شروع میکنم. خب ادامه بدیم تگ ایمون رو. رسیدیم به تگ ای، گفتیم لاین هیت 60 پی ایکس باشه. خوبه، تقریبا به سایز قشنگی رو ایجاد میکنه. دیگه چی لازم دارم؟ یک پدینگ از بالا پایین که نمیخواد، از چپ و راستش هم 10 پی ایکس خوبه. رفرش. بله خوبه. یک هاور هم لازم داریم. ای هاور شد. یه بک‌گراند خوبم بگیره. بک‌گراند یه رنگ قرمز خوبی ما این بالا دادیم، همون رو مییم برای اینم استفاده میکنیم. خروجی بگیرم. خوبه، فقط یک اشکالی داره، اونم این که این ارز رو کامل دریافت نکرد. از لازمه توی این یک دیسپلی بلاک هم بدم. رفرش. الان درست شد دیگه. بعد رنگ اینه خودش خیلی جالب نیست، این رنگم در هاور درستش کنم. کلر سفید بدم. رفرش. الان مناسب شد. ببینید
این کاربرد دیسپلی متوجه شدین دیگه، این دیسپلی نبود این در واقع پدینگ رو دریافت نمی‌کرد. این دیسپلی که بلاک شد این پدینگ رو تونست پیاده سازی کنه. خب مطلب دیگه ای داره. حالا بریم سراغ لوگومون. لوگومون رو فراخوانی کنیم. فلوت لفت در واقع اینجا ایمیج خواهد بود. سورسش هم در ایمیجز هست و حالا عکسشو پیدا کنیم بوده کجاست. لوگو کاور ایمیجز لوگو کاور در png خروجی بگیرم. بله فقط اینکه باید از بالا یک فاصله خوب بگیره. پس یک مارجین هم بهش میدم از بالا پایین مثلا حالا 6px از چپ و راستم که چیزی نمیخواد. رفرش. بله خب این لوگومون سفیده، فقط سفید بودنش رو درست کنم. بک‌گراند این رو FFF کنم. خوبه الان خیلی مناسب شد. خب فقط یک باکس شادو هم داره اگه این زیر دقت کنین. خب باکس شادو هم بهش بدم. یه رفرش. خب اینجا که اینجا دیده نمیشه برای که بتونم ببینمش. یه مارجین باتون هم بهش بدم. اینو بچه نوشتم نداره درسته. اینجا باید بذارم برای مسحب باید بذارمش. رفرش. خب دیده نمیشه. بیام اینجا یه مارجین باتون هم بدم که یک فاصله از پایین بگیره. مارجین باتون مثلا 10px. رفرش. ببینین الان دیگه اون زیر در واقع سایه‌اش دیده میشه. ببینین اینم برای که این خورده حالت سه‌بعدی خوشگل بهش بده. حالا بعدا این مارجین باتون برمی‌داریم چون نیازی نداریم بهش بودنش. خب پس تا اینجا خوب شد و اینم از منوهامون. خسته هم نباشین. همتون رو به خدا بزرگ میسپارم و خداحافظ.